دوستان سلام. این دفعه دیگه واقعا صیدلی مونده و حوزش. یعنی ولی فقیه بدبخت کلی برای پالوده خوری با روسیه تو سوریه نقشه کشیده بود، اما هرچی رشته بود با یه خبر پنبه شد. مسکو و دمشق درباره کاهش نیروهای روسیه در سوریه به توافق رسیدند. طبق معمول آخوندا سعی کردن صورتشونو با سیلی سرخ نگه دارن و بگن قضیه زیاد جدی نیست و کاهش نیرو بوده و از این حرفا. تا مبادا دل بسیجی ها خالی بشه و پس بیفتن. رئیس جمهور روسیه همچنین در گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ضمن تبیین تصمیم مسکو برای خارج کردن نیروها تاکید کرد راهبرد روسیه در حمایت از دولت و نظام سوریه تغییر نخواهد کرد. راهبردش تغییر نکرد، فقط نیروهاشو از سوریه کشید بیرون و خامنه رو با بدبختی‌های بشار تنها گذاشته. این وسط از همه خنده‌دارتر واکنش من جواد ظریف بود. ظریف در استرالیا طی واکنش به خبر خروج بخشی از نیروهای روسیه از خاک سوریه گفت که باید این موضوع نشانه مثبتی در قبال آتش‌بس در این کشور باشد. تو که راست میگی. اگه آتش بس یه کشته مرده داشته باشه تویی. آخه بابا این اداعتبارا چیه؟ نشونه مثبت کدومه؟ چرا اصل حرفو نمیزنید؟ بابا الان که دیگه همه دستا رو شده. یکی بگه ببینم تو این اوضاع و احوال عظما از چی میترسه؟ این گام روسیه محاسبات را به هم زده و نوعی سردرگمی در دو سطح منطقه‌ای و بین المللی به وجود آورده است. موضع ایران در قبال این گام غیر منتظره و ناگهانی روسیه چیست؟ آیا نیروها و هواپیماهای ایرانی می تواند خروج روسیه از سوریه را جبران کند؟ این که نشد که. بازم جواب سوالو با سوال دادن، اما از لابلای همین سوالا هم میشه به ترس آخوندا پی برد. حالا باید خامنه ببینه چه خاکی میخواد تو سرش بریزه و با حزب و شیطان وارفته و پاسدارای ترکیدش چی کار کنه. بدبخت هیچ راه حلی هم برای این مصیبت نداره. دمیستورا روز گذشته گفت اگر مذاکرات شکست بخورد طرح بی میتواند ادامه جنگ باشد، زیرا که آلترناتیوی برای مذاکرات وجود ندارد. وی با دیپلمات‌های 5+1 مذاکره کرد و آنها گفتند باشد اگر مذاکرات شکست بخورد عملاً امکان تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارد. بفرمایید. اینم فقط یکی از دلایل خروج نیروهای روسیه. طرف با خودش حساب کرده دیده بابا قضیه جدیه. طرح بی یعنی طرف شدن با کل عرب. بشار اسدم که کارش تمومه. خب مگه مغز خر خورده که بایسه؟ معلومه که جا خالی میده. ته خطم خامنه میمونه و دو تا راه، یا خالی کردن سوریه با عمق استراتژیکش یا موندن و دفع شدن با بشار. خب دوستان خداحافظ شما، فردا بازم خدمت میرسیم.